ابو محمد المدنی برادر دینی ما هست، از برادر سکیم که داره بیشتر من دوستش دارم، با او محبت میکنم، به خاطر الله و رسولش دوستش دارم. سبحان الله، محبت ما به خاطر الله و رسولش دیگه هیچ چیز در بین ما وجود نداره. ان شاء الله این برادر ما همیشه در عرصه های دعوت مبارزه کرده و همیشه کشیده و همیشه قرآن و سنت را برای مردم بیان کرده و ده ها استاد را زانو زده. ماشاءالله در مدینه تحصیلات عالیشان به اتمام رساندن و در مصر در اوجا فوق لیسانسشان به دست آوردن در عقیده. دیگه هر مردی و هر مردی که دعوای علم داره بفرماین ابو محمد مدنی در خدمتشان است. اگر مرد هستی واقعا، اگر اولاد و زایده امو مادر هستید، ابو محمد المدنی در خدمت شما هست. اگر شما بگویید که ما خوارج هستیم، پس بیایید مناظره بکنید، اثبات بکنید خوارج بودن رو. چگونه ای که دعوا میکنید که شما در منهج هستید، منهج صحابه حضرت علی رضی الله عنه، مگر خوارج هایی که خروج کردن به نزد اونها عباس رضی الله عنه را نفرستادن؟ مگر عباس رفته به اونها با قرآن و سنت بحث و مناظره نکرد؟ چرا شما نمی آیید؟ چرا به سوال ها جواب نمی دهید؟ چرا در کجا تعلیم گرفتن و کی بودن خود را معلوم نمی کنید و فقط از دور یک کلمه تهمت؟ این البته هم دعواتون تهمت است و هم منهجتون باطل است. و بالاخره به این چنین انسان ها که باطلیشون اینقدر ظاهر است و واضح است، خیلی بسیار هم یعنی والله اعلم نیاز ندارد و همین کافی است که هم منهج و هم تهمت که هر دوش باطل است در یک جا در اینها جمع شده است. الله هدایتتون میکنه، وگرنه عذاب سخت الهی را و خواری و ذلت را در این دنیا و آخرت انتظار باشید.